مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین و سالمندان رحمت بافق در سال 1396 در شهرستان بافق افتتاح شد. که توسط خیر محترم مرحوم حاج محمد رضا رحمتی بافقی با هدف ارائه خدمات صادقانه و با کیفیت به قشر آسیب پذیر و کمتوان ذهنی و جسمی جامعه با همفکری و همراهی اداره بهزیستی شهرستان بافق انجام شد. آقای حاج محمد رضا رحمتی از سال 1393 برای ساخت سرای رحمت شروع به کار کردند، اما متاسفانه در سال 1395 بر اثر سرطان فوت شدند. بعد از فوت آقای رحمتی، فرزندان ایشان این مجموعه را به اتمام رساندند و مکانی امن برای فرزندان معلول و کمتوان را راه اندازی نمودند. فرزندان آقای رحمتی در حال احداث یک ساختمان دیگر برای افراد سالمند می باشند. در مجموعه رحمت 16 الی 17 مادر خوشقلب برای خدمات دهی به بچه‌های معلول کار می‌کنند. در این مرکز اتاقی مجهز به داروها و تجهیزات پزشکی به صورت کامل در نظر گرفته شده است، چرا که افراد حاضر در مجموعه از قشر آسیب پذیر جامعه هستند و نیاز بیشتری به مراقبت‌های ویژه دارند. هدف آقای رحمت فقط ساختن یک مرکز نبود. او می‌خواست دل بچه‌های معلول جایی باشه که توش احساس کمبود نکنن. جایی که لبخند بشه عادت نه آرزو. می‌خواست نشون بده معلولیت محدودیت نیست وقتی محبت بی حد و مرزه. اوایل کار مرکز نسبتاً کوچکی به اسم مرکز نیلوفر وجود داشته. اما این مرکز برای بچه‌های معلول تجهیزات کاملی نداشته. آقای رحمت که متوجه شدن بچه‌ها نیازمند خدمات کامل تری هستند، به این فکر بودن که یک جای بهتر و کامل تری بسازن که شد سرای رحمت، خونه‌ای پر از عشق برای بچه‌های معلول. کار آقای رحمتی در گذشته کشاورزی بوده. آقای رحمتی علاوه بر فعالیت در زمینه کشاورزی و دامداری با راه‌اندازی مرکز توانبخشی معلولین گامی مؤثر در حمایت از افراد کمتوان برداشته است. تلاش او تلفیقی از کار، خدمت و مسئولیت اجتماعی است. دل آقای رحمتی همیشه واسه بچه‌های معلول می‌تپید. می‌خواست بخشی از مهربونی دنیا سهم دل‌هایی باشد که بیشتر از همه به عشق و توجه و نیاز دارند.